سلام دوستان، ببینید اینجا رو یه چیز خیلی جالب، آبگوشت آماده توی این بسته های شبیه پاکت های شیر، توشون آبگوشت آماده. اینو نمیدونم، حالا من نخریدم و دلم نمیخواد از این محصول استفاده کنم، ولی فکر کنم میریزیمش تو قابلمه، گرمش میکنیم و آبگوشت آماده است. انواع و اقسام مدل ها رو هم داره: آبگوشت مرغ، آبگوشت گوسفند، آبگوشت سبزیجات، نمیدونم دیگه، آبگوشت سبزیجات نمیدونم گوشت داره اصلا یا نه، ولی این لفظ کالدو یعنی آبگوشت. خلاصه جالب بود واقعا. نمیدونم واقعا تاریخ مصرف اینا چجوریه، چه افزودنی میزنن که اینجوری تو قفسه ها گذاشتن و فاسد نمیشه. ولی در مجموعش من خودم به هیچ وجه ترجیح نمیدم که همچین آبگوشت رو استفاده کنم، چون خب اون لذت آبگوشت رو اصلا منتقل نمیکنه. تو هر کدوم از این پاکت هم 3 بسته ذرته. این ذرت ها رو میذاریم تو توستر و پوفیلا میشه، میتونید میل کنید. اونایی که میخوان ایده بگیرن برای تولید تو ایران خیلی خوبه.